این گروه خوانندگان غالبان آزمون المپیادهای ولایتی و جمهوریوی میباشند. آنها طالب علمان مکتب رقم 21 شهر خوجند هستند. بعد از آوردن غالبیت هم مکتب‌هایشان آنها را با صف آرایی و گل و گلدسته‌ها به مکتب استقبال نمودند. سال تحصیلی 2020-2021 3 نفر خواننده این مکتب در المپیاد جمهوریوی غالب دانسته شدند. عزیزه اکبرجانزاده طالب علم صنف 8 از فن زبان روسی مقام اول را کسب نمود. همچنین 2 خواننده دیگر این مکتب در المپیاد جمهوریوی مقام سوم را صاحب گردیدند. اکبرجانزاده عزیزه خواننده صنف 8B از فن زبان روسی تحت راهبری معلم عثمانووا جای یکم. ابراهیمова نگینا خواننده صنف 6 از فن زبان روسی تحت راهبری معلم عثمانووا جای سوم را به دست آورد. در سسیه اکادمی خرد علم‌ها نیز خوانندگان ما فعالانه شرکت نمودند. سزاوار جایهای نمایان گردیدند. گروه خوانندگان غالب آزمون المپیادهای شهری و ولایتی و همچنین جمهوریوی را به خاطر هوسمند نمودن در صحن حولی مکتب جمع آورده از موفقیت‌هایشان گفتند. این کار برای نمونه عبرت گردیدن به دیگر خوانندگان راه اندازی شد تا آنها برای به دست آوردن دانش خوب و زمانوی کوشش نموده برای پیش رفتن خواجگی‌های خلق شهر سمگذار شوند. فیض‌الله فیضی‌اف دایرکتور مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 21 در شهر خوجند میگوید که این موفقیت خوانندگان که فعالانه در آزمون المپیادهای نه تنها سطح شهری و ولایتی اینچنین جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک می‌نمایند باعث افتخار است. از این رو باید باز هم برای بلند برداشتن دانش زمانوی خوانندگان چاره‌جویی نماییم. سال جاری دستاوردها چون سالهای پیشی خیلی زیاد است. بنابراین اجازه من شخصا از نام خودم، از نام مأموریت، کل آموزگاران، پدر و مادران، همه غالبان را با این موفقیت‌های کلان تبریک و تهنیت گویم. بگذار در جاده علم آموزی آنها تنها به دستاوردهای بلندترین نائل گردند. من جمله روز روان در مؤسسه ما از طرف وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان و تشکیلات یوسید اویدی آزمونی کتابخانه بهترین سنجش گذاشته شد. در نتیجه سنجش آنها خیلی بهای بلند دادن و گفته گذاشتن که در نتیجه سنجش ها ما خلاصه خود را البته به شما بیان می‌نماییم. خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی مذکور با جز از المپیاد و آزمون ها همچنین در سسی اکادمی خرد علم ها در سطح شهری و ولایتی برگزار می‌گردد اشتراک فعالانه دارند. از روی معلومات پیشنهاد گردیده در دوره ولایتی سسی اکادمی خرد علم ها 6 نفر خوانندگان این مؤسسه از فن‌های دقیق اشتراک و دانش خود را سنجیدند که در نتیجه غالبیت را به دست آوردند. گزارش مفتون شکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.